سرنوشت از پیش تعیین شده. این دروغی بود که هزاران سال بر ذهن بشریت حک شده بود. آنها باور داشتند که تاریخ یک مسیر از پیش تعیین شده است که هیچ کس قادر به تغییر آن نیست. اما تاریخ همیشه یک حقیقت را در دل خود پنهان می کند. تنها آنانی که قدرتش را دارند می توانند سرنوشت را تغییر دهند و بشریت هرگز این قدرت را نداشت. سقوط بزرگ، آغاز عصر تاریکی. همه چیز با جنگی آغاز شد که هیچ کس انتظارش را نداشت. بشریت در اوج شکوه خود بود. امپراتوری هایی که مرزهای کیهان را در نمی‌دید. تمدن هایی که قوانین فیزیک را خم کرده بود و انسان هایی که خود را با خدایان مقایسه می‌کردند و همیشه غرور مقدمه سقوط. آنها نمی‌دانستند که در دل تاریکی چشمان نظارگر آنها هستند. خدایان کهکشانی، اربابان فراموش شده‌ای که از پشت پرده تاریخ را کنترل می‌کردند. دیگر نمی‌توانستند اجازه بدهند شورش ادامه پیدا کند. آنها حقیقت را به بشریت نشان دادند. شما صاحبان این دنیا نبودید، هرگز نبودید. و سپس شکار آغاز شد. در عرض 10 سال امپراتوری های بشر سقوط کرد. ارتش های عظیمشان مانند سایه‌ای در تاریکی محو شد. دانشمندان، جنگجویان، قهرمانان همه به بردگی گرفته شد و در میدان نبرد خاکستر شد. شهرهایشان نابود شد. تمدن‌هایشان در شعله‌های خشم خدایان کهکشانی سوختند و در نهایت نام بشریت از تاریخ پاک شد. اما در میان این ویرانی‌ها چیز غیر ممکن رخ داد. هایی که گفتی یعنی چه؟ کوزیشم